بیا تا با هم یه گزارش جالب ببینیم. به چاکراهای این شخص دقت کنید. چاکراهای فرد یکی در میون بزرگترن و رنگ سمت راست حاله قرمز تیره تره. در مجموع انرژی مردانه به انرژی زنانه بیش از حد غلبه داره و فرقی نمیکنه شخص مرد باشه یا زن. چاکرا بهتره در تعادل باشن. معنیش این میشه که شخص بسیار عملگرا و منطقیه و میخواد همه چی طبق خواسته خودش پیش بره، همه چیزو تغییر بده، همه چی طبق اهدافش جلو بره. دیگران رو قبول نداره و داره سخت میگیره به خودش و دیگران. یک عجله بیش از حد و تحمیل خواسته ها به دیگران. و در عوض چی کم داره؟ احساسات ضعیف‌تر داره، شهود ضعیف‌تر داره و خیلی مسائلی که پشت پرده است رو نمیتونه زودتر حس کنه. پس این شخص باید یاد بگیره از این به بعد حال دیگران رو بهتر حس کنه، احساسات و عواطفش رو جاری کنه و بیان کنه، مهر بورزه و به خواب‌های شبانه و رویاهاش بیشتر توجه کنه، یعنی چاکراهای زوجش رو تقویت کنه. پذیرشش رو به شعور و انرژی هستی بیشتر کنه با یادگیری روش‌هایی مثل ریکی تا در نهایت از استرس و بیقراری درونش رها بشه.